یکی از مهمترین بازارهای داخلی تو بازارهای سرمایه ما تو ایران بازار طلا و دلاره و نوسان‌های خیلی شدیدی هم داشته تو این یک سال اخیر. تو این اپیزود می‌خوایم در مورد این صحبت کنیم. دلاری که اول سال 53-4 تومن بود، 57 تومن، بعد رسید تا انتخابات آمریکا به 67 تومن و تا اسفند تو 95,000 تومان هم معامله شد. بعد از اون خب طلا خیلی مهمه، خیلی از افراد درگیر پلتفرم‌های طلا، خرید و فروش طلا. قصد ما همینه، فقط افزایش آگاهیه، تجربه خودمون از مارکت‌ها تو سال‌های گذشته با شما به اشتراک بذاریم. موضوع این گفتگوی ما دلار هر سال دورتر از پارسال هستش. خانم جلایی یه سوالی کردن تو اپیزود قبلی که گفتن رابطه بین اونس طلا و عدد دلار و طلای گرمی تو کشور چیه؟ خب ما میدونیم دیگه، اونس طلا ضرب در عدد دلار ضرب و تقسیم بر یه ضریب ثابتی میشه نرخ طلا تو کشور. سال گذشته با توجه به اینکه نگاهمون اونس طلا $2000 بود دیگه، اوایل سال 1403 نگاهمون این بود که طلا، اونس طلا تو جهان سعودیه، دلار هم که کلا با توجه به شرایط تورمی و اینا تو کشور سعودیه، بین دو تا گزینه خود دلار و طلا ما پیشنهاد میدادیم مردم برن طلا بخرن. خب حتی میگفتیم سکم نه، آره از جفتش میتونن سود بگیرن. هم اونس طلا رشد 50% داشته، هم خود دلار از 54-5 تومن الان اومده شده حالا هولوش 90 خورده ای. حالا الان که تو سقف طلا هستیم، تو سقف قیمتی اونس طلا هستیم، آقا برای سال آینده نظر شما اینه که، نظر خود من اینه که خب طلا خیلی جذاب نیست. یعنی اگر هم قرار باشه جذاب باشه، خود دلاره میتونه سعودی باشه با توجه به شرایط حالا تورم و اینا، خود اونس طلا نمیتونه جذاب باشه. ولی حالا کلا یه نگاه کلی هم به ارز رایج کشورمون داشته باشیم که چه اتفاقی داره واسش میفته، چه دیدی داره. ما دلار 57 تومن بود، راجع به 85 صحبت کردیم، حتی دلایلمون هم فکتامون هم این بود، گفتیم آقا ربع سکه داره با دلار 95 تومن معامله میشه، باید برای اون عددو بزنه. و الان اتفاق افتاده. حالا الان نگاهمون برای آینده چی؟ آینده اقتصادی خب می‌بینیم که همین الان سکه رو با دلار 120 تومن داره میشه، همین الان این نهضت ادامه داره. بله ببینیم ما زمان رئیس جمهور قبلیمون نفتمون رو به ما اجازه دادن که به چین صادر کنیم، پول می اومد همچنان. با توجه به این اتفاقا و تحریم هایی که داشتیم، دلار نشد که کنترل بشه و دلار از محدوده 30 تا 90 اومده بالا. خب ولی الان با توجه به این که الان قرار صادرات نفت ما بیاد پایین، خب مثلا غیر قابله، یه فکت دیگه بالاخره داره این اتفاق میفته دیگه. نکته بعدی اینه که داره بین اوکراین و روسیه صلح برقرار میشه، یعنی عملا فروش انرژی روسیه دوباره برمیگرده به بازار، به عنوان عرضه کننده برمیگرده روسیه. پس عملا بازار ایران کم کم از بین میره و ما داریم روی چی حساب میکنیم نمیدونم. اینجا بقیه سیاسی اصلا به ما ارتباط نداره، نمیخوام، اما اوضاع بسیار بسیار ترسناکیه واقعا. و روی تومن بودن، روی الان یعنی شما میگه آقا من طلا بخرم یا دلار، من میگم دلار نه، هر ارز خارجی دیگه غیر از تومن، ارزهای خارجی معتبر، نه که بره یکی لیر بگیره، نه، درهمی که ثابته، دلار، یورو، لااقل شما از تورم کشورت با خود یورو هم موافق نیست. حالا میخوام راجع به ارزهای خارجی هم بگم. چپای یورو رو ببین، چپای اروپا رو الان حمله میکنه بهت. اونم راست میگه. ببینید شما وقتی داری دلار میخری، در اصل داری تورم آمریکا رو هم میخری. بابا اقتصاد اروپا در طول سده اخیر مگه نمیخوندیم؟ در طول سده اخیر مثلا کاهش 27% داشته دیگه. خب طبیعی محبت به خاطر اون اصلا نمیپسنده یورو رو. خب میگفتی راجع به ارزهای مختلف، حرفی که من داشتم میزنم اینه که اگر شما دلار بخری داری تورم آمریکا رو هم میخری. پس عملا اینو بدونیم که سالی 8% تقریبا 8-7% ارزش پول دلارت هم از بین میره. این که میگیم طلا هم بخریم، طلا مگه چند درصد میخواد از بین بره در نهایت سال آینده؟ نهایت طلا بیاد تا 2500 میاد پایین‌تر. چند درصد میشه؟ اگر برسه میشه 15%. 15%. پس همچنان طلا بد نیست که طلا داشته. اگر داخلش کلی نوسان داره که طلا داخلی رو بهش حباب میدن، کلی جبران. اونی که شما گفتین برای کسی که میخواد نوسان‌های کوتاه مدت بگیرن یا روزانه بگیرن، اما کسی که میخواد ارزش پولش رو حفظ کنه طلا بگیره. بازم تو سال جدید بازم طلا بگیره. بله، با اینکه میدونیم اونسش میتونه تا 2500 هم بیاد، با اینکه میدونیم الان سقفه، ولی نمیخوایم شما بگیم برین ارز خارجی بگیرین که لااقل تورم آمریکا که توی زندگی نمی‌کنین داری میخری برای خودت.
لااقل یه ارزی. اولا من توصیه میکنم بیت کوین رو بخرید، لااقل تو این سود موندهش استفاده کنین ازش. یه قسمتی از سبدتون رو بیت کوین کنین، رفتین دوباره از دلار تو بیت کوین. ولی حالا میخوام اینو بگم، با توجه به اتفاقاتی که الان گفتیم، صادرات نفت و شرایط سیاسی و تحریم هایی که قراره پیش رو باشه، اگر حالا ما به توافقی با کشورها نرسیم، بسیار وضعیت این اتفاقی که واسه مسکن داره میفته احتمال نمیدید واسه دلار هم بیفته. میدونی از چه جهت میپرسم؟ مگر تو مسکن میگیم آقا واردات نشده، هیچ شرکت خارجی نمیاد خونه بسازه، پس خریدار فروشنده دو طرف باد میکنن میمونن. تو دلار هم همین اتفاق. ما الان صادر کننده وارد کننده داریم. همین نه آقا ما وقتی داریم راجع به دلار میگیم یعنی ارزش پول ما از بین رفته. اون داستان فرق میخوام بگم به یه جایی برسه که دیگه اصلا بحث عدد مهم نباشه. یعنی اصلا بحث یه فرقون پول مطرح بشه. گرفتی منظورم چی؟ یعنی برسیم به یه جایی که اصلا دیگه ارزش واسه همون مطرح نباشه، بقا مطرح باشه. حس می‌کنم توی همین شرایطی. تو نظر چی محمد؟ والا من هنوز برای سال آینده تورم بالا رو که مطمئنم براش چاره‌ای اندیشیده نشده. مذاکرات هم که وجود نداره. اتفاقی هم که دیدیم ما در رفتن از تورم سال گذشته بود نوسانگیری بازار. قیمت دلار همیشه خب توی ایران کنترل شده و دستوریه دیگه. بانک مرکزیه که داره میگه آقا قیمت دلار این است، یا آقای جهانگیری میاد میگه. محمد جان سری قبل ما صادرات داشتیم، طرز تجاری مثبت داشتیم، الان این اتفاقی نیست. ما زمانی که دستشون باز بوده با پول پاشی تونستن اینو جبران کنن، اما الان شرایط واقعا این شکلی نیستش و باید حواسمون باشه اصلا سمت تومن نگه داشتن اگه بخوایم بریم ریسکاش هم باید بپذیریم. یه پورتفو ببندیم الان واسه سال دیگه، چقدر یه بخشش طلا باشه، بخشش بیت باشه، بخشش دلار باشه. قطعا مسئله ببین نظرتون رو. بله آره میگم یعنی با آره نظرتون. اگه هر چقدر تومن داریم، من بگم هر چقدر من اگه تومن و فرض کنم مثلا الان چه میدونم 1 میلیارد داشتم، قطعا نصفش رو طلا می‌خرید، نصفش رو بیت کوین. دلار رو نمی‌خریدی؟ خودش تا دلاره دیگه، هر جفتش دلاره دیگه. من دارم بیت کوین می‌خرم، بیت کوین به دلار داره عدد می‌خوره دیگه، غیر از اینه. در هر صورت شما دلار رو دارید. دلار تو جیبتون. بله. محمد سمت آلت کوین‌ها و چیز نمیره. خوب یه نتیجه گیر بکن. محمد شما چی؟ محمد 50-50 بود رو طلا و بیت کوین. من هنوزم همون پورتفوی قبلیمو حفظ کردم دیگه. 10% آلت کوین توی ارزهای دیجیتال، 90% بیت کوین و اتریوم که باز سمت بازار اینوری هم نمیاد دیگه طلا و اینا. بازار اینوری هم طلا رو هستم چرا، ولی روی اصلاح میخرم دیگه. تو این قیمتا فروشندم بشه. بله اینطوری اگه بهش نگاه کنی یعنی روی دلار بمونی، موقعی که اصلاح کرد برید طلا. من یه بخشی از بیتمو به در واقع طلا تبدیل کردم و طلا ایران یا اونس؟ نه ایران. طلا تو ETF و یه بخشی هنوز رو آلت هستم. آلتو همچنان هستیم. چرا 10 محمد 30 هم رو آلت کوین، همچنان هم رو 30 هم، ولی دارم کم میکنم. اون 30 رو دارم طلا میکنم و احتمال زیاد از طلا هم خارج هم کالا بگیرم. اون جنسای بازرگانی که بلدم بخرم بفروشم رو دارم تبدیل میکنم. کار خرید و فروش انجام بدی باهاش، اصلا بری تو فاز کاسبی. اوکی خیلی هم خوب. من اونس طلا رو فروشندم، بیت کوین رو خریدارم. همین دو تا بازارم فعاله. خب نه الان فرض کن مثلا شما همین الان 1 میلیارد داشتید، توصیه می‌کنی یه طرف چی بخره؟ 1 میلیارد داشتم؟ آره. رون. نه من واقعا آلت کوین حتی تو کانال و سوشال مدیامونم اعلام کردم، گفتم آقا من از آلتا سیو سود کردم. تاریخ اولم حالا برای سال آینده دیگه، ولی به خدا نمیتونم با آلتا جدی نگاه کنم، چون شاید برن بالا، ولی چون خیلی اذیت شدم اذیت شدن ضرری نه ها. یعنی من انتظار داشتم آقا $1000 پول توش گذاشتم بشه $4000، دیدم 1000 شده $1400. اصلا واسه من جذاب نبود، در حالی که خود بیت کوین $22000 که ما خریده بودیم اومده شده 100,000. بیت کوین 5 برابر سود داده. چطور آلت کوین 100% هم سود نمیده؟ در صورتی که شما ریسک بیشتری رو هم تقبل کردید. 100% اصلا جرئت نمی‌کنی مثلا سراغ آلت کوین اینجوری بری که. و سنگینم من خریده بودم، ولی حسم این بودش اینجوریه. والا تصمیم گرفتم تمرکزم فقط رو حالا ما منتظریم بگی 1 میلیارد. آره گفتم 1 میلیارد گفتی داشته باشی. چی می‌خری؟ من یه دلار نگه می‌دارم، طلا فعلا نمی‌خرم، وای میسم طلا بیاد پایین‌تر. بیت کوین هم که خریدارم. 50% بیت کوین، ما 50,000 دلار که منتظری که طلا بیاد پایین. آره دلار که باشه، اصلا دلار باشه، باشه. بعد که اونس اومد پایین‌تر، اونس طلا رو می‌خریم، چون اصلا کلا طلای داخلی هم نمی‌خریم. ببینید من الان یه چیزی رو بگم، اگه مثلا من الان اسم اتریوم نمیارم، من داریم میگیم اگر الان داشتی، من خب اتریوم $650 خریدم دارم. خب
ولی کسی بیاد الان توصیه نمیکنم من اینکه میدونم حتی 6000 هم. من یه نکته جالبی که تو حرف تمام ما بود، اصلا راجع به سکه صحبت نکردیم. سکه چون هممون چرا؟ چون اون حبابه نمیذاره. یعنی ببین ما که چند سال تو این مارکتینگ سمت سکه نمیریم، ولی سکه فقط همه الان چی در یک دولت صورت جذابیت از بانک مرکزی از سکه شروع برنامه میشه. دیگه نمیخوره به زمان برنامه اون بله. پیش فروش هایی که شما سکه داری میخری داری دلار قیمت دلار چند ماه آینده بانک مرکزی رو می‌خرید. خوبه اینجوری بگیم. مرسی ازتون، متشکرم، ممنون از شما که برنامه ما رو تماشا کردین. این 6 هفته مارکتی که ما داریم تو سال آینده ما سعی کردیم در قالب گفتگوهای 10 دقیقه‌ای هر کدوم یه مقدار صحبت کنیم در موردش. ان شاءالله که سال خوبی براتون باشه. 1404 موفق و پرسود باشین و خدا نگهدار.